عزیزانم باید خیلی زیاد متوجه باشیم هر ثانیه‌ای که بر ما می‌گذرد و هر دقیقه‌ای که سپری می‌کنیم و هر ساعتی که صرفش می‌کنیم و هر شب و روزی که پشت سر می‌گذرانیم و هر ماه و سالی که به پایان می‌رسانیم ما را به سوی آخرت و خانه واقعی که همانا قبر است نزدیک می‌کند. عزیزانم باید از این سرمایه عظیم و با ارزش عمر آخرت خود را آباد و آراسته نماییم و در این ظرف عمر توشه بر آخرت خود جمع نماییم. رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرمایند الکیس من دان نفسه و عمل لما بعد الموت. انسان هوشیار زیرک عقلمند کسی است که خواهشات خود را تابع نفس خود گرداند و عمل نیک و شایسته انجام دهد بخاطر زندگی بعد از مرگ خود. والعاجز من اتبع هواه و تمنى علی الله. انسان عاجز و ناتوان کسی است که از خواهشات نفسانی و شهوانی خود پیروی نماید و از الله جل جلاله امید و نجات هم داشته باشد.